سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. من کانال آنلاین لایف رو درست کردم به خاطر اینکه بیام توی زندگیم تجربه هایی که داشتم، اتفاقاتی که بهم گذشته و سختی و راحتی هایی که تو زندگیم کشیدم و راه هایی که خیلی ساده و منطقی فقط با تکرار میشه بهش رسید رو باهاتون به اشتراک بذارم. یه مدت 10 الی 15 سال تماما فکرم این بود که چرا آروم نیستم، چرا حالم خوب نیست، چرا با تمام دارایی هایی که از بیرون داشتم باز اوکی نبودم. توی این کانال همه اینا رو بهتون میگم و تضمین میکنم حالتون بهتر و بهتر باشه هر روز. مرسی. خب عزیزان، روند کانال به سوی پیش میره که ویدیوهایی در رابطه با خودشناسی، در رابطه با حال خوب داشتن، نمیخوام در رابطه با ذهن آگاهی صحبت کنم، نمیخوام در رابطه با مسائل عمیق روانشناختی صحبت کنم، نمیخوام خیلی موضوعات رو کلیشه‌ای بکنم. سرچ کردم توی یوتیوب، بررسی کردم شبکه‌های دیگر رو، دیدم این مدلی که دارم ارائه میدم مدل واقعی تجربه خود یک انسانه، مدل خودم هستش و راهکارهای بسیار مناسبی برای داشتن حال خوبتون توی تمام لحظات زندگی میتونه داشته باشه. به خاطر همین ویدیوهای منو نگاه کنید، روندش رو ببینید، بشناسید. اگر موضوع خاصی به نظرتون میاد برام کامنت کنید. اگه سرفصل خاصی تو ذهنتون هست که مشتاقید در رابطه با اون اطلاعات کسب بکنید، خودتون رو تغییر بدید، حتما بهم بگید. در آخر هم ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید، روی زنگوله هم بزنید که اگه ویدیوی جدید ساختم برای اهمیت دادن به خودتون براتون نوتیفش بیاد. مرسی.